یکی شما به جنت میبرد همین کلمه لا اله الا الله. لا اله الا الله هم معناش فهمید که نیست معبود بر حق بجز الله، یعنی یگانه الله باید عبادت کرده شود و کفر به طاغوت بربیده شود. حاکم ها که طاغوت، صوفی های غلات، شیخ های غلات، اینا باید تکفیر کنید. این حاکمایی که به حکم غیر الله میکرد تکفیر کنید. کسایی که شرک اکبر میکرد کافر دانید و هر چیزی که غیر الله عبادت کرده میشد اینه انکار کنید، کفر باطل دانید. یگانه الله عبادت کنید، یگانه الله را سر خلق کنید، یگانه الله دینش قبول کنید و بعد از این توحید روز به روز آموزید، یقین پیدا کنید، صادق باشید، دروغین و کذاب نباشید، صادق باشید و بعد از این بارک الله فیک اخلاص کنید، یعنی همه عمل به الله انجام دهید و نماز ترک نکنید و اعتقاد کنید که تارک الصلاه کافر است، اعتقاد کنید که تارک کافر است. بعد از این عمل انجام دهید. انا همین است اسلام. با اهل توحید مبالات کنید، با اهل توحید مبالات یعنی اینکه همین برادرهایی که در همین جماعت هستند از اهل توحید و اینها دوستی کنید، همینهای برادر دانید. اما با اهل کفر و شرک و طاغوت پرستا و این ملاهای طاغوت و این ملاهای صوفیه که در دهتون بودند به اینها براءت اعلام بکنید، زیرا که اینها خیانتکار هستند و امروز خیانت به اسلام و مسلمین کردند. از همین جهت بارک الله فیکم. این است عقیده ما به خاطر دنیا، به خاطر بشرش، به خاطر یکون تجارت بدبینی نداریم. همه این بدبینی که داریم به خاطر دین است و خصوص علمای صوفی تاجیکستان اشری ماتریدی بدبینی ما به خاطر دین همین است که رد کردن به دین و حق نرسوندن. اما تا امروز هر چیزی کردیم، تا امروز هر گپی در حق برادرای ما در حق ما گفتیم، همه ما میبخشیم. ما به گذشته پروایی نداریم. الله سبحانه و تعالی بخشنده این چنین مهربان است. الله هم شما میبخشد، لیکن به شرطی که لا اله الا الله رکنش فهمید، شرطاش فهمید، الله در بالای عرش دانید و اعتقاد کنید که کسی که الله در آسمان نمیداند کافر است، کسی که تارک الصلات است کافر است، کسی که عبادت غیر الله میکند کافر است، قبر پرستا کافر است، ملاهای تاجیکستانی که حکومت تاجیکستان طرفدار میکند کافر است، از اینها نماز خواندن باطل. یگانه جماعتی که حقی است این جماعت اهل سنت و جماعت موحدین، اینها پیروان امام مالک، امام شافعی، امام احمد، امام ابو حنیفه و جز در بعض مسائل و دیگر سلف صالح از ابو زرعه و غیره و پیروان صحابه. انا همین است و دشمنان الله دشمنی کنید و دوستان الله دوستی کنید و به دوستان الله دشمنی کردن را این را کفر دانید. کسایی که دوستان الله اهل توحید خوارج میگن انا کافر دانید. انا همین است عقیده ما که از قرآن و سنت گرفته شده، دیگه هیچ چیز نیست.